آسیای 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 اوگوست در آرامگاه رقم 2 شهر کولوب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که 3 فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کولوب، بر اثر زهرآلودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعتهای 10 صبح روز 2 اوگوست از خانه برهانوف ها یک بار 3 جسد بیرون بردند. همسایه ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 اوگوست رخ داد. آتش نشان ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر 3 طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه ها می گویند بعد مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.